پیدا کردن و دنبال کردن راه خودمون همیشه ساده نبوده. ترس‌ها، تردیدها و موانعی که در ذهن و محیط اطراف ما وجود داره میتونه ما رو از ادامه مسیرمون منحرف کنه. اما فهم و مدیریت این ترس‌ها کلید موفقیت ماست. طوری که تمام دانشگاه‌های معتبر دنیا مثل دانشگاه کالیفرنیا، ییل، هاروارد، MIT، دانشگاه کلمبیا و خیلی های دیگه روی این موضوع تحقیق کردن که در ادامه به همشون میرسیم. طوری که دانشگاه‌های دنیا معتقدند شناخت دقیق استعدادها و علاقه‌های درونی کلید اصلی رسیدن به رضایت شغلی و موفقیته. تحقیقات مختلف در دانشگاه‌های معتبر دنیا نشون دادن که زمانی افراد در کار و فعالیت که انجام میدن با استعداد و علاقهشون همخونی داره، عملکرد بهتر، انگیزه‌ای بالاتر و سلامت روانی بهتری نسبت به بقیه دارن. و اما استعداد به معنای توانایی‌های ذاتی یاد گرفته شده که فرد بهتر از بقیه اون کارا رو انجام میده. دانشگاه هاروارد و استنفورد با انجام مطالعات طولانی مدت در حوزه روانشناسی مثبت به این نتیجه رسیدن که ترکیب استعداد و علاقه باعث افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس میشه. در پژوهشی از دانشگاه پنسیلوانیا مشخص شد افرادی که در محیط کاری با علایقشان سازگار هستند 35% بهره‌وری بیشتر و 25% رضایت شغلی بالاتری دارند. نظریه روانشناس معروف جان هالند که توسط دانشگاه‌های معروف مورد استفاده قرار میگیره بیان میکنه که باید افراد شغل‌ها و فعالیت‌هایی را انتخاب کنند که با شخصیت و استعدادشون سازگار باشه تا موفق‌تر و خوشحال‌تر باشند. خب البته که روش‌های عملی برای شناخت استعداد و علاقه وجود داره. تست‌های روانشناسی مثل MBTI، تست شخصیت بیگ 5 و تست استعدادیابی که توسط مراکز مشاوره‌ای در دانشگاه‌های معتبر استفاده میشه هم قبوله. اما چیز مهمی که اینجا وجود داره شناخت ارزش‌ها و باورهای شخصی به اندازه شناخت استعدادها و علاقه‌ها اهمیت دارن. این دو عامل نقش حیاتی در جهت‌دهی و تصمیمات زندگی و مسیرهای شغلی ما داره. و اما ارزش‌ها، اصول و معیارهای بنیادی هستند که رفتارها و تصمیمات ما رو شکل میدن. ارزش‌ها معمولاً از خانواده‌ها، فرهنگ‌ها و تجربه‌های زندگی سرچشمه می‌گیرند. زمانی که مسیر زندگی ما با ارزش‌هایمان همخوانی داشته باشد، احساس رضایت و احساس خوشبختی بیشتری می‌کنیم. دانشگاه میشیگان در مطالعات خود نشون داد که هماهنگی ارزش‌های فردی با محیط کاری باعث افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس میشه. نظریه باورهای رشد کارول دیک که توسط دانشگاه استنفورد توسعه یافته نشون میده افرادی که باور دارن توانایی‌هایشون قابل توسعه است در مواجه با مشکلات موفق‌تر و مقاوم‌ترن. و اگه تا اینجای ویدیو با من بودی و هنوز کانال رو ساب نکردی حتما این کار رو بکن، یعنی ساب کن و حتما لایک رو بکوب و بریم سراغ ادامه ویدیو. خب الان که تا اینجا اینا رو فهمیدیم، ارزش ها رو فهمیدیم و استعدادمون هم کشف کردیم، طراحی مسیر شخصی از رویا به واقعیت. الان باید یه مسیر برای خودمون بسازیم، یه پل بسازیم که بتونیم از روی اون رد بشیم و به رویاهامون برسیم. اول تعیین اهداف واقعی و ملموس. اهداف باید مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل دستیابی باشند. مرتب و زمان بندی شده باشند، یعنی اسمارت باشند، هوشمندانه. تحقیقات دانشگاه MIT نشون داد افرادی که اهداف مشخصی دارن 10 برابر بیشتر احتمال موفقیت دارن. البته نوشتن اهداف و مرور کردن اونها هم به طور مرتب به افزایش تمرکز و انگیزه کمک خیلی زیادی میکنه. دانشگاه هاروارد توصیه میکنه
که هر روز برای چند دقیقه روی یکی از این گام ها تمرکز کنید تا به تدریج به اهداف خود برسید. انعطاف پذیری و بازنگری مسیر شخصی یک خط مستقیم نیست. ممکنه نیاز به تغییر و اصلاح داشته باشه و انعطاف پذیری و برنامه ریزی و آمادگی برای تغییر مسیر بر اساس تجربه های جدید اهمیت زیادی داره. یادگیری از اشتباهات و بازنگری مداوم مسیر کلید رشد و پیشرفت شماست. و اما نکته کلیدی، پایداری و رشد در مسیر موفقیت راز موفقیت است. راز موفقیت بلند مدته و آخرین تحقیقات دانشگاه استنفورد نشون داد که داشتن یک چرای قوی دلیل اصلی موفقیت انسان‌های بزرگ است. انجام کاری که باعث میشه انگیزه در طول زمان حفظ بشه، یادآوری مکرر اهداف و چرایی آنها اراده شما را قوی تر میکند برای به دست آوردن اون چیزی که میخواهید و مهمترین چیز شروع کردنه. حتی قدم‌های کوچک و نامطمئن بهتر از در انتظار ایستادن است.